What a wonderful world. What a wonderful. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ آقا بی مقدمه میرم سر بحث اصلیمون. بیایم با هم دیگه آماده بشیم و سلاحمون رو جمع کنیم، یه سفر به سمت یزد زیبا داشته باشیم. آقا من کلا زیاد لباس بر نداشتم، چند تا دیگه بیرونی و چند هم خونگی برداشتم. چون من لباسایی که میخواستم برداشتم، مامانم اومد کمکم کرد واسه چیدن لباسا داخل یه کل پشتیکه، نمیدونم نشونتون دادم یا نه، کمکم کرد. الان خودم میخوام تو این حالا مثلا یه سری چیزای کوچولو و ریزمیزی که داخل کیف جا نشد رو جا بدم این تو و بیارم. بچه این وسیله های ماست، این برای منه، اینم برای منه، اینم برای من و مامانم مشترکه میشه. اما ساعت 7 لیتمون بود، الان باید راه میافتادیم، ولی بابام پیام داد گفتش که انداختم برای 9:30 ما 8 راه میافتیم میریم. بچه الان ساعت 8:30 این مامانه، ما از سر کوچه‌مون آژانسه گرفتیم بیاد که ما رو تا ترمینال کجا؟ کلانتری، که ترمینال کلانتری ما رو ببره. رفتیم یه چیز یزدش گفتش که سیستمشون یه ذره مشکل خورده، نوبتتون رو خواستید برید تا 2 طول می‌کنیم. چرا درست شد یه 2-3 دقیقه معطل شدیم، 5-6 دقیقه داریم میریم الان. بچه مامانم رو فقط بیاد که شماره صندلیمون نگو اول نشسته بودیم جلو، چون شماره صندلیمون مشخص نبود به خاطر بلیط اینترنتی دیگه. آقای الان گفتش که مامانم رفت شماره صندلی رو گرفت، آقای گفتش که جفتون پشت یه ذره برید عقب‌تر، چند تا صندلی 2 تا اومدیم. راننده وایساد تا مسافرها برن دستشویی و اگر از سوپرمارکت خرید دارن خریدشون انجام بدن. راه خیلی طولانی و خسته کننده بود و من هی میخوابیدم، بیدار میشدم برای شما یه ویدیو میگرفتم و دوباره چشمام میرفت و میخوابیدم و اصلا این ساعته نمیگذشت، نمیدونم چرا. امروز جمعه است و دیروز آخرین بار که همو دیدیم بعد از ترمینال بود. الان ما اومدیم سمت مسجد جامع یزد چون خیلی قشنگه دیگه. بعد از ترمینال من واقعا خسته راه بودم و خیلی خوابم میومد، نتونستم براتون ولاگ ادامه بدم. الان ساعت 4:30 و همراه هم باشیم دیگه. چیزی که من بهتون نگفتم اینه که من مامان بزرگم خودش یزد به دنیا اومده و به خاطر همین مثلا یه سری فامیلایی هستن که از طرف پدریم، یعنی مامان بزرگ پدریم اینجا هستن، اما یه سال در میون 2 سال در میون راهمون به یزد میخوره و میایم. اما این سری بعد از دورانی بودش که من فعالیتامو تو یوتیوب شروع کرده بودم، گفتم براتون ویدیو بگیرم. ما دیشب که اومدیم رفتیم سمت خونه دایی بابام و عمه های من و مامان بزرگم هم که گفتم اومده بودن سمت اینجا بودن، یکم زودتر از ما اومده بودن. بعدش بابام برای کار اومد و بعدش هم ما با ترمینال اومدیم، یعنی 3 بار اومدیم. حالا الان بریم سمت کجا؟ مسجد جامع. از اون سر تا بخوایم به خود مسجد جامع برسیم یه مسیری رو طی کردیم که یه بازار قشنگ و گوگلی و محلی طور داشت و این ساعت و روزی هم که ما رفته بودیم سر ظهر جمعه بود و اکثریت مغازه ها بسته بودن و ما باید یه کمی قدم می‌زدیم تا مغازه ها کم کم باز بکنن. بچه اینا رو گذاشتن اینجا برای اینکه پرنده ها کسیگار رو نخورن، بعد باعث کثیف شدن محیط زیست هم نشه. خیلی باحال بود. فضای خیلی باحال و حالت قدیمی طوری داره که حالت محلی خودش رو حفظ کرده و زیاد تغییر پیدا نکرده و به نظر من خیلی حال و هوای باحالی بهتون دست میده وقتی میرید.
چندین بار به نوع لباس پوشیدن و حجابتون گیر داده بشه و این مقدار نسبت به تهران و کرج و کلا شهرهای دیگه خیلی بیشتره و خیلی بیشتر بهتون گیر میدن که حجابتون رو درست کنین، لباستون کوتاه و اینجور چیزا. آقا داخل مسجد جامع نذاشتن بریم، گفتن که داخل مسجد میزون داره، باید با چادر و حجاب بیان و یکی دیگه بازار که داشتیم میرفتیم یه مغازه‌ای رو دیدم که آقای داشت این کار رو انجام میداد و ازش اجازه گرفتم تا از کارش براتون ویدیو بگیرم. صاحب این مغازه خیلی مهربون و گوگلی بود و بهم اجازه دادش که از مغازه‌اش برای شما ویدیو بگیرم. این گربه گوگلی رفته بود داخل مغازه و بالای همچین جایی خوابیده بود. دیگه من اومدم که ولاگو به پایان برسونم، ولاگ اولین روز سفرم به یزد رو به پایان برسونم و برم برای روز دوم که توی یه پارت دیگه براتون آپلودش میکنم. خواستم ازتون تشکر کنم، مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تو ویدیو بعدی میبینمتون، فعلا خدافظ.